سلام، به فراتر از دانستنی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم در مورد زندگی خصوصی و حرفه کیمیا علیزاده و حواشی با هم صحبت کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. کیمیا علیزاده متولد 19 تیر 1377 در کرجه با قد 185 سانتی متر و وزن 57 کیلوگرم لقب کیمیای ورزش ایران رو داره. مادرش اردبیلی و پدرش اهل شهر زنوز شهرستان مرنده. فرزند بزرگ خانواده است و یک برادر کوچکتر به نام کیان داره. از 8 سالگی به طور اتفاقی وارد تکواندو میشه و با وجود این که به گفته خودش در ابتدا علاقه زیادی به تکواندو نداشته، ولی این ورزش کم کم براش جدی میشه. او تکواندو رو با خانم مهرو کمرانی آغاز کرد و تمام پیشرفت و قهرمانی‌هایش رو مدیون ایشونه، به طوری که در هر جا ایشون رو الگوی ورزشی و اخلاقی، بهترین دوست و یکی از افراد تاثیرگذار زندگیش معرفی کرده. کیمیا علیزاده در دوران دبیرستان رشته ریاضی فیزیک رو انتخاب میکنه، اما به خاطر حضور در اردوهای تیم ملی و مسابقات نمیتونه به موقع در امتحانات مقطع دوم دبیرستان در رشته ریاضی حاضر بشه. در نهایت با مردودی دوباره این مقطع رو در رشته جدیدش یعنی علوم تجربی میخونه و به این صورت 1 سال از درس و مدرسه دور میمونه. ولی با وجود تمام این مشکلات کیمیا همیشه در تحصیل خود کوشا و موفق بوده تا قبل از اون هم همیشه معدل بالایی داشته. کیمیا میگه آموزش پرورش میتونست با همکاریش در فرصت دیگه ای از من امتحان بگیره، ولی خب این کارو نکرد. جالبه بدونید کیمیا علیزاده به دلیل کسب مقام‌های بین‌المللی از جانب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بدون کنکور در دانشگاه خوارزمی پذیرفته شد و در رشته فیزیوتراپی مشغول تحصیل شد، به امید اینکه بتونه در آینده به ورزشکارا کمک کنه. کیمیا علیزاده خیلی زود در رشته تکواندو پیشرفت کرد. اولین مدال طلای بین‌المللی رو در مسابقات جوانان در نانچینگ چین در سن 16 سالگی به دست آورد. چند ماه بعد برای حضور در بازی‌های آسیایی 2014 عازم کره جنوبی شد. مربیان تیم تکواندو روی مدال‌آوری کیمیا توی این بازی‌ها بسیار حساب کرده بودند، اما به دلیل کم بودن سنش و نرسیدن به سن 18 سال توسط کمیته مسابقات از حضور در بازی‌ها محروم شد و به این صورت رقابت‌های اینچوان 2014 رو از دست داد. کیمیا ناامید نشد و دست از تلاش نکشید و این مسئله نه تنها تاثیر منفی روی اون نذاشت، بلکه اون را برای مسابقه و برنده شدن حریص‌تر کرد. کیمیا با افتخار تونست در مسابقات جهانی تکواندو 2015 روسیه مدال برنز رو به دست بیاره که در تاریخ تکواندوی بانوان ایران بی‌سابقه بود. سال 2015 برای علیزاده سال پرباری بود. او در یکی از مراحل جایزه بزرگ جهانی تکواندو در مسکو تونست مدال طلا را با کمال شایستگی به دست بیاره. همچنین در بازی‌های راهیابی به المپیک 2016 ریو کیمیا علیزاده نماینده و افتخار ایران تونست با راهیابی به مرحله نهایی 1 سهمیه برای کمیته ملی المپیک کشورمون به دست بیاره و راهی بازی‌های المپیک تابستانی 2016 ریو شد. در سال 2016 در المپیک ریو به مرحله رده‌بندی رفت و با شکست رقیب سوئدیش ضمن دریافت مدال برنز عنوان نخستین بانوی مدال‌آور ایران در المپیک رو هم کسب کرد. فدراسیون جهانی تکواندو کیمیا علیزاده را در سال 2017 به عنوان پرچمدار 22مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهانی در کره جنوبی انتخاب کرد. در این مسابقات کیمیا پس از رسیدن به دیدار نهایی با نتیجه 19-9 مغلوب رقیب خود از ساحل عاج شد و تونست مدال نقره رو به دست بیاره. او در جریان این مسابقه دچار آسیب دیدگی شد که البته به گفته پزشکان بیشتر آسیب دیدگی ها مربوط به قبل بود، ولی او با تلاش زیاد سعی در ماندن و کسب مدال برای کشورش داشت. استقبال مردم از کیمیا علیزاده در بازگشت از بازی‌هاش در هیچ بازی زمانی تاریخ ورزش ایران سابقه نداشته و مردم با بنرهای تبریک در همه جای شهر کرج تبریک و خوشحالی خودشون رو به این تکواندوکار نشون دادن.
کیمیا علیزاده تا سال 1396 8 مدال بین‌المللی کسب کرده بود، 5 طلا، 1 نقره و 2 برنز. در مورد کیمیا جالبه بدونید اون عاشق کوهنوردیه، چون معتقد آرامشی که در کوه هست در هیچ جای دیگه یافت نمیشه. از میون غذاها ماکارونی و کشک و بادمجون رو خیلی دوست داره. عاشق رنگ‌های زرد و طوسی و قرمز و ماشین BMW رو از همه ماشینا بیشتر دوست داره. علاوه بر تکواندو، والیبال هم علاقه‌منده و شاید این مسئله مربوط به حرفه ورزشی همسرش باشه. کیمیا علیزاده در 31 مرداد 1397 در روز عید قربان با حامد معدنچی متولد 1368 ملی پوش اسبق والیبال ازدواج کرد. در سال 2019 یا 1398 نام کیمیا علیزاده در لیست 100 زن تاثیرگذار جهان از دید BBC قرار گرفت. ماجرای مهاجرت کیمیا علیزاده و همسرش موجب بهت و حیرت همه علاقمندان به ورزش شد. کیمیا به دلیل مصدومیت نتونسته بود توی تورنمنت‌ها و دیدارهای انتخابی المپیک 2020 توکیو شرکت کنه و همه این مدت توی کمپ‌های تمرینی و کلینیک‌های درمانی توی خارج از کشور شرکت می‌کرد و هر بار به ایران برمیگشت، تا اینکه آخرین باری که به هلند، کشوری که قبلا اون مورد علاقش معرفی کرده بود، رفت و بازگشتش کمی طولانی شد. و به دنبال این مسئله خبر مهاجرتش بر سر زبون‌ها افتاد و بعد از مدتی رسما با نامه سرگشاده خبر مهاجرتش از ایران رو خودش تایید کرد. بیانیه‌ای که توسط کیمیا منتشر شده بود به دلیل ادبیاتی که توش به کار رفته بود، به نظر بسیاری از کارشناسان توسط خودش تنظیم نشده بود و شخص دیگری اونو تنظیم کرده و در اختیار کیمیا قرار داده بود که در اینجا بیشتر نگاه‌ها و انگشت اتهام به طرف حامد معدنچی همسر کیمیا معطوف شد. بعدها این موضوع به واسطه گفتگوی تلفنی یکی از بستگان کیمیا با او رنگ و بوی جدی تری گرفت. در این مکالمه کیمیا صراحتاً اعلام کرد که شوهرم منو مجبور به ترک ایران کرد، ولی خودش در ابتدای مکالمه اعلام کرد که راهی که من رفتم دیگر بازگشت ندارد. البته کیمیا این موضوع که نقش همسرش در مهاجرت اونها بیشتر بوده رو بعدها تکذیب کرد. در 20 بهمن 99 دولت آلمان درخواست پناهندگی کیمیا رو قبول میکنه و کیمیا با پیرهن تیم پناهجویان میتونه توی مسابقات قهرمانی اروپای 2022 مدال برنز رو توی منچستر دریافت کنه. در اواخر اردیبهشت 1401 کیمیا با اقدامی بحث برانگیز در صفحه اینستاگرامش باعث شد شایعات مختلفی بین مردم و رسانه‌ها منتشر بشه. کیمیا پستی با متن عجیب منتشر کرد. در این پست کیمیا با عکس لباس عروس در صفحه شخصیش در کپشن پست می‌نویسه: یه روز آدمی اومد توی زندگیم که فکر نمی‌کردم بهتر از اون وجود داشته باشه، اما با رفتنش ثابت کرد وجود داره. فهمیدم واسه یه چیزایی گریه کردم که حتی ارزش اخم کردن هم نداشت و فهمیدم هیچ چیز تو این دنیا همیشگی نیست. و بعد از اون عکس‌های 2 نفره خودش و همسرش رو از پیجش پاک کرد و این مبنایی شد برای به وجود اومدن شایعه طلاق و جدایی هم کیمیا علیزاده و همسرش. اگرچه از فعالیت‌های اخیر کیمیا علیزاده در فضای مجازی میتونیم بفهمیم که او کماکان قصد داره توی آلمان بمونه، ولی با توجه به نقدهای شدیدی که از عملکرد او در ورزش شده بود و حواشی زندگیش، عده‌ای از کارشناسان معتقد بودن شاید از مهاجرت پشیمون شده باشه. اما کیمیا با پست‌هاش توی صفحه اینستاگرام این شایعه را به طور کلی تکذیب کرد و پیغام جدیدی به منتقدا و طرفداراش داد و با انتشار تصویری از خودش نوشت قصد داره تو آلمان بمونه و همه چی رو از نو بسازه. در آخرین استوری که کیمیا در تاریخ 15 مرداد منتشر کرده و بر اساس اون اعلام کرده فعلا قصد تایید یا تکذیب خبر طلاقش رو نداره. نظر شما راجع به اقدامات اخیر کیمیا علیزاده در فضای مجازی چیه؟ لطفاً برام توی کامنت ها بنویسید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و اونو به دوستاتون معرفی کنید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید.